اومدیم به چنل من مالا هستم و میخوایم با هم دیگه بریم موزیک ویدیوی TXT و آنیتا بک فور مور رو ببینیم که آنیتا رو من اصلا نمیشناسم، TXT رو خیلی کم میشناسم، فقط سوبینو از توشون میشناسم. نمیدونم چرا دوباره دنبال اینا هم نرفتم که بخوام بشناسمشون. اگه میخواستم برم خیلی راحت، 5 نفرم، اونقدر سخت نیست، میتونستم بشناسمشون، ولی خب دنبال نکردم اصلا. لایک کن، سابسکرایبتون رو حتما برای طرفدارهای TXT و آنیتا بفرستید. برای کیپاپرها هم دیگه، برای کیپاپرهایی هم که میشناسید بفرستید. یوتیوب و اینستا من اینجا میاد. سابسکرایب و لایک یادتون نره. بریم با هم دیگه این موزیک ویدیو جذاب رو ببینیم. شروع شد. Back for more. اوه چه رقص سختی، رقص قشنگی. تو پسر کچلم میشن انقدر جذاب میشن، ولی این لباسای جدیدی که زیر کت میپوشن درک نمیکنم. چرا باید آستین داشته باشه پیرهنی که زیر کتت میپوشی؟ البته برای اینا طبیعیه یکم، احتمالا به خاطر اینکه همش دارن میرقصن خیلی گرمشون میشه و مجبورن این کار بکنن. ولی خب اگه مد بشه و مردم بخوان در حالت عادی این کار بکنن خیلی عجیب میشه. چقدر لباس این با مزه است. من انتظار داشتم موقعی که کیپاپر شدم. پاس شو یه لحظه وایس عزیزم. من اون موقعی که کیپاپر شدم و لباسایی که اینا تو کیپاپ میپوشیدن پسرا رو دیدم، انتظار داشتم یه چند وقت دیگه این مد به ایرانم برسه و یه سری پسر خوشتیپ ببینیم که کت شلوارای عجیب غریب پوشیدن تو خیابون راه میرن، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. و تازه مسخره‌شون هم میکنن. هیچی هم فشن آدیتون نیست. چه لباس عربی پوشیده؟ کجاییه این؟ داره اسپانیایی میخونه، لاتین میخونه یعنی. چقدر هیکلش خوبه، خطای شکمش قشنگ معلوم بود. اینم مایکل جکسونی میکننش. خیلی حال کردم با آهنگ. دور یه دور باید بگی. یه دور نمیخوای مهمونمون کنی؟ Coming back for more. You walk up that door. خودش رفت از دور بیرون، ما رو دعوت نکرد از در بریم بیرون. Tomorrow is together. TXT. من همون اولش که TXT اومد همش فکر میکردم اسمشون معزوم مثلا تکستی چیزیه. چرا باید TXT بذاری؟ خب یه مدل دیگه اینو اوکی میکردیم. خیلی حس تکست داره. TXT. چی اسم دختر؟ آنیتا. Coming back for more. آنیتا رو نمیشناختم. چرا با آنیتا فیت دادن؟ خواننده معروفیه؟
نیازمند اطلاعات بیشتر بیاد بنویسید. لایک کن و سابسکرایب یادتون نره. اگر میدونید کامنت بذارید. اگر دوست داشتید و تا اینجا اومدید لایک کنید و یوتیوب و اینستاگرام اینجا میاد حتما سابسکرایب کنید. برای طرفدارای TXT بفرستید و هر ساعتی از شبانه روز که دارید این ویدیو رو میبینید شبتون بخیر.